حکایت نهم از باب ششم در ضعف و پیری، ازدواج کردن پیرمرد. این حکایت آخرین حکایت این باب هست و بعد از اون میریم سراغ باب هفتم در تاثیر تربیت. و این باب کلا باب سبک و به نظر من در این حال ارزشمندی بود. نکاتی که انسان باید در جوانی مخصوصا مد نظر قرار بده که یک روزی قرار پیر بشه و این بلاها سرش بیاد و یک پیرمردی که حداقل میگم از زندگیش راضی باشه و بگه که اگر قراره که بمیرم برام مهم نیست. و یک سری موضوعات دیگری که ما در همین باب بررسی کردیم. و این حکایت که باز گفتم مرتبط هست با حکایت دوم و حکایت هشتم، یعنی حکایت قبلی. و در اینجا این پیرمرد ازدواج میکنه با یک دختر جوانی، با یک کسی که از نظر سنی باش اختلاف زیادی داره و قضیه کاملا برعکس حکایت قبلی میشه. در حکایت قبلی اون پیرمرد گفت من ازدواج نمی کنم، این یکی پیرمرد حرف حالیش نمیشه، میخواد ازدواج کنه. ببینیم که این داستان که کامل هم به طور نظم هست چجوریه. شنیدم که در این روزها کهنپیری خیال بست به پیرانه سر که گیرد جفت. بخواست دخترکی خوبروی گوهرنام، چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت. چنان که رسم عروسی بود تماشا بود، ولی به حمله اول عصای شیخ بخفت. کمان کشید و نزد بر هدف که نتوان دوخت، مگر به خامه فولاد جامه هنگفت. به دوستان گله آغاز کرد و حجت ساخت، که خانمان من این شوخ دیده پاک برفت. میان شوهر و زن جنگ و فتنه خاست چنان، که سر به شحنه و غازی کشید و سعدی گفت. پس از خلافت و شنعت گناه دختر نیست، تو را که دست بلرزد گهر چه دانی سفت. این شعر همینجا تموم میشه، منتها در خیلی از منابع دیگر این دو بیت رو هم داره. سود دریا نیک بودی گر نبودی بیم موج، صحبت گل خوش بودی گر نیستی تشویش خار. دوش چون طاووس می نازیدم اندر باغ وصل، دیگر امروز از فراق یار می پیچم چو مار. معنی کنیم این حکایت رو. من شنیدم سعدی داستانی رو که در همین روزهایی که گلستان رو انتشار داده بوده شنیده بوده که یک کهنپیری خیال بست، به فکرش زد که یک کار عجیب غریبی بکنه. چیکار کنه؟ بیاد ازدواج کنه سر پیری و معرکه گیری. با کی ازدواج کنه؟ با یک دخترکی که خوبرویه، که چهره زیبایی داره و اسمش هم هست گوهر. و غیر از این که اسمش هم هست گوهر، خودش هم مثل جواهر و گوهره. چجوری؟ اینجوری که همونطور که جواهرات رو مردم پنهان میکنن تا دزد نتونه دست پیدا کنه بهش، این هم خودش رو از چشم مردمان پنهان کرده بوده و اصطلاحاً آفتاب مهتاب ندیده بوده. و اونجوری که انگار رسم بوده که در روز عروسی اینها برن به اتاق و با همدیگه همخوابه بشن، میرن منتها پیرمرد موفق نمیشه. پیرمرد که موفق نمیشه میاد و یک جورایی مقابله میکنه و یک جورایی دست پیش رو میگیره که پس نیفته. سعدی میگه که تو وقتی میتونی کمان رو بکشی و به هدف بزنی که یک خامه فولاد داشته باشی، که یک سوزن فولادی داشته باشی، اگر سوزن تو یک سوزن ضعیفی باشه این نمیشه باهاش لباس رو دوخت و باید وقتی بتونی به هدف بزنی که اون کمان تو تیر تو اینا همه درست به مقصد برسه. خلاصه چند تا مثال سعدی میخواد بزنه که انگار توی که پیرمردی دیگه کاری از دستت بر نمیاد. و این پیرمرد اما چی کار میکنه؟ میاد گله آغاز میکنه و یک دستی میزنه و میگه که مشکل از طرف من نیست ای مردم، تقصیر این شوخ دیده، تقصیر این دختر گستاخه. و یک جنگ و دعوایی بین این زن و شوهر به وجود میاد که مجبور میشن برن سمت داروغه و قاضی و غیره. سعدی هم میگه که در قضاوتی که انجام میشه و این حرفای بد و طعنه‌ای که پیرمرد ناروا به دختر میزنه، معلوم میشه که گناه دختر نیست، مشکل از پیرمرده که دیگه توانایی جنسی و غیره نداره. و خب تویی که دستت میلرزه، توانایی این نداری که تمرکز کنی و با دستت گوهر رو بخوای درست کنی، سفت کنی، اصطلاحاً چجوری میخوای همچین کاری بکنی؟
بنابراین داستان از این قرار میشه که حالا این دو بیتی که میگم توی این متن نیست، اما در گنجور و خیلی جاهای دیگه منابع دیگر هست. اینجوری میشه که سود دریا نیکه، خیلی خوبه که انسان بتونه بره به دریا و از دریا یک مرواریدی، صدفی، نمیدونم ماهی بگیره. منتها بیم موج هم هست، اون رو هم باید در نظر بگیریم. و صحبت گل، همنشینی کردن با گل و رفتن بین گلها چرخیدن هم خیلی خوبه، خوشبو هستند، زیبا هستند. ولی در این حال اون نگرانی که اگر یک لحظه این خار کوچیک اینها بره در درون دستت و زخمی بشی هم وجود داره. این دوتا با همه، هم اجرای شمشیر دولب است، هم خار هست، هم موج هست. و من قدیم مثل یک طاووسی مینازیدم، دوش میشه دیشب دیگه، به این باغ وصالی که من بهش دست پیدا کردم. این پیرمرد رو میخواد بگه. منتها امروز از جدایی از یار که مجبورم جدا بشم و این داستانی که بین کل مردم پخش شد و آبروی من رفت، بعد عین مار به خودم بپیچم. بریم سراغ این کناره ها. جنون، ناتوانی جنسی و خیلی موضوعات دیگر سبب فسخ عقد نکاح میشه و نیازی به سختی طلاق کشیدن نداره. ظاهرا در قانون، حالا نمیدونم اسلامی هست، قانون ایران هست، هرچی که هست، اگر که یکی از طرفین، زن یا مرد، ثابت کرد که همسرش جنون داره، ناتوانی جنسی داره، اینجور مشکلات داره، بدون اینکه مثلا کار بخواد به طلاق کشیده بشه، فسخ میشه عقدشون. و سعدی مخالف ازدواج پیر با جوانه. این رو در 3 حکایت گفت: دوم، هشتم و نهم. و غیر از این هم این موضوع مهمه که اصلا از نظر نسلی اینها به هم نمیخورن و قطعا از نظر عقیدتی به مشکل میخورن که بخوان زندگی کنن. و دیگه این موضوعات اگر هم بی اهمیت باشه، دیگه این موضوع داستانی که برای این پیرمرد رخ داد که دیگه نمیشه کارش کرد. و خلاصه کبوتر باید با کبوتر بگرده، باز هم با باز. پیرمرد باید بره زن پیر بگیره و دختر جوان هم باید با پسر جوان ازدواج کنه. این باب تموم شد دیگه. انشالله که این فیلم ها مفید بوده باشه و بریم سراغ باب بعدی در تاثیر تربیت.